میدونستی که موکا ترکیب قهوه و شکلاته؟ خب همین مثلا اینو میذاری الان چنلت، بعد مثلا ریاکشن ها چیه؟ مثلا میگم دمت گرم داداش، ما تا حالا تو زندگیمون موکا نخوردیم، تو اومدی دمت گرم اینجوری برای ما خورد کشیدی، عشق کردیم باهات، خیلی با کلاسی، مثلا دمت گرم. تو الان چرا قد سفیدی؟ من چرا یکم به سیاه میزنم؟ چون که تو بچگی تو آفتاب موندی. یعنی الان به تمام سیاه پوسته و آفریقایی ها توهین کردی. تو رو فکر کنم بچگیات مامانت به وایتکس میشستدت. تو با مشکین تاش گفته